22 اپریل بود و خوجند در میدانش خطلون رو قبول کرد و فوتبالبازی دسته خطلون خوب در مرکز میدانند. فوتبالبازی دسته خوجند و جهانگیر گشف بازی رو شروع میکند و امروز سرخپوشون در بازی امروزه طرح کلاسیکی بازی 4-4-2 رو با خود اختیار داده است. با جهانگیر بار دیگر به میدان نزد دروازه وارد میشود. امکانات خوب برای فوتبالبازی دسته خوجند و گل دقیقه 3 است و در حقیقت یک شروع کردید و ببینید اینجا با یک رسش خیلی خوب دل شد با پاره سینه توپ رو با همدستش پرتوف و جهانگیر هم اینجا ماهرانه بازی کرد و توانست که روشن عزیزوف رو پسی خود گذارد و ضربه نهایت خوب اینجا از جانب و باز یک هجوم دیگری آنها بسیار خطرناک است. از کنار چپ 3 نفر با اوزاقوف هستند. اوزاقوف بسیار پیشصف نشانزن‌های این دسته دلشاد بوزاروف. ضربه دیگر و خطاگی بود دسته خطلون رو استفاده می‌کنند 2-0. حالت خیلی خوب بانوچر اینجا هم مؤلف این توپ هم شماریدن ممکن است و فضلو باشد برای فوتبال گلزنی همیشه استفاده می‌برد. یک پرتافتی خیلی خوب و یک گل دیگر. نه اینجا دروازه‌بان بسیار کوه یک گل کند برای بازیکنان دسته خوجند. فتح‌الله بسیار یک پرتافت خود به جهانگیر عالی است. جهانگیر سر راه خود یک نفر رو گرفت. امکانات گلزنی دقیقه 32 بخوری است. هیچ گپ نیست چون هجوم کردن از دفاع کردن بهتر است. باید همین طور هم کار کنید. اما ببینید مورد فردی جهانگیر هم چگونه است. جهانگیر هم در مورد آخر با دسته خوجند آمد. این بازی ششمش است. یک که فتح‌الله اینجا هست. فتح‌الله جای خود رو عوض کرده است با یک امکانات دیگر. حالت 100% ما دو خصوصی همه اون گل نظری ها رو برباد برارد. اما اینا ببینید کسی نیست به کسی خلل نمیرساند و فتح‌الله دیشب بزرگ رقم 10 است. اون با یک هجوم دیگر بسیار ضربه عالی بود و ببینید تو با فوتبالبازی دسته خطلون حالا بیشتر خوب بازی می‌کنند و اینجا یک ضربه نهایت عالی بود. نوریدین حسن به توپ نرسید. دسته خطلون و دیگر همه بازیکنان دسته خوجند در خط حمایت قرار دارند. ولی افغانوف سوربان خیلی خوب می‌برد ضربه بزند اما گل افسوس میگم که در صورتی بسیار هم بازی کردن بسیار هم ببینید خطلون اولین مرتبه از کنار راست خیلی خوب صورت میگیرد. در جمع این 64 هجوم رو از همین طرف تشکیل میدم. باز اگه خیلی خوبه ببینید این اوضاع خوب قریب بود که اینجا 100% امکانات رو استفاده برد. استاندارد دیگر راست با دروازه بله با تیری دست میرود و جوی میمد با بسیار عالی پرویز بکنید بسیار گل زیبا و ببینید این ضربه رو چگونه ضربه تیروار توپوار پرویز بوقیاخونوف چند مدت است که گل نزده بود تو با پایش نرسید. سراسیمگی اینجا فکر میکنم که سراسیمگی بود و داور هم حالا اشتاق میزند که بازی به انجام رسید. دوستان گرامی اما یک دقیقه مونده بود و با وقت یاورونش کمک داوران یادرس کردند که یک دقیقه بیشتر اشتاق کشیدی آقا و باید تو نسلو کبیروف از نو یک دقیقه دیگر گلی دسته خطلون رو زد و باز پرویز بوقیاخونوف گل دومی